الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر یک شما را به برنامه سوال و جواب خوش آمدید میگویم. از الله حق سبحانه و تعالی دعا میکنم که هر کجای باشید الله حق سبحانه و تعالی شما را نگهبان باشد. خب شروع میکنیم به سوالهای امروزه. یکی از دوستان میپرسند که سلام علیکم برادر عزیز، دو سوال دارم، میخواستم با پررگی جواب میداده. یکم، مهر زن فقط مبلغ، طلا یا یگان اشیای دیگر میشود؟ اگر زن، سوال دوم شما بفکرم، اگر زن به جای مهرش حج یا عمره طلب کند درست است؟ خب و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر گرامی. انشاءالله به سوال شما جواب میدهیم و البته برای هر یکی ما معلوم است که دین مبین اسلام زنها را مکرم و معزز عزیز گردانیده است و ما چقدر آیت های زیاد و احادیث زیاد داریم که دین مبین اسلام ما و شما زنها را چقدر اکرام و احترام کرده است و از جمله الله حق سبحانه و تعالی برای زنها در وقت ازدواج مهر را قرار داده است. الله حق سبحانه و تعالی در سوره نساء در یک چند آیت ها فرموده است، چنانکه که در آیت 24 الله می فرماید فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه. الله میگوید هر آن زنهایی که شما به ازدواج میگیرید و از آنها منفعت میبرید، شما برای آنها مهرشان را همچون به عنوان فریضه برای آنها بدهید. همچنین در دیگر آیات الله میفرماید و آتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنیئا مریئا. الله میفرماید، این هم در سوره نساء است، الله میگوید شما زنها را مهرشان را، صدقاتهن یعنی مهرهایشان را، همچون هدیه به عنوان هدیه و در آیت پیشین به عنوان فریضه برایشان چیکار کنید؟ بدهید. پس میگوید در ادامه آیت میگوید اگر آنها با خواهش خود یک قسم مهر خود را برای شما ببخشند، شما میتوانید از آن گرفته استفاده ببرید. خب اکنون موافق مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه مهر زن را کمترینش را 10 درهم مقرر کردند، چنانکه که در بعض احادیث آمده است که ابن ابی حاتم روایت کردند لا مهر اقل من 10 دراهم. بعضی از علما این حدیث را حسن گفتند، بعضی از علما ضعیف گفتند، ولی در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که از 10 درهم مهر زن کم نیست، یعنی مهر زنها کمترینش 10 درهم است. خب 10 درهم با چینک امروزه چقدر می شود؟ البته درهم در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم و پیشتر در زمانه های گذشته درهم از نقره بود، ولی نقره قیمت خود را گم کرد، بنابراین علما امروز با طلا برابر ارزشی میکنند و 10 درهم با چینک امروزه برابر می شود به 4 گرم و 25 میلی گرم طلا برابر است، یعنی تقریبا $260 با حساب دلار امروزه از همه کمترین مهر زن موافق مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه $260 حساب کرده می شود. خب البته می شود که مبلغ نقد دهد یا طلا دهد و هر چیزی که مال حسابیده می شود با ارزش همین 10 درهم یا چنانه که گفتیم $260 با همون دهد می شود. خب سوال بعدشان به جای مهرش آیا حج یا عمره طلب کند درست است؟ البته درست است مبلغ حج یا عمره را طلب کند، ولی به شرطی که داماد یا همون شاه قادر باشد. و چنانه که ما میدونیم پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک چند حدیث های خود فرمودند که اعظم النساء برکتا ایسرهن مؤنتا. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگم از همه بزرگترین زنهای با برکت که هستند آنهایی که مهرشان کم است. یا پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری خود میفرمایند خیر النکاح ایسره یا خیر الصداق ایسره، چنانه که در روایت دیگر آمده است
بهترین نکاح یا بهترین مهر همونه که سبوک باشد، کم باشد. بنابراین زنها یا همون دخترهای عزیز امروز چقدر میتوانند در مهر سبوک گیرند، همونقدر در نکاح آنها، در مهر آنها و در زندگی و حیات آنها برکت الله چی می شود؟ نازل می شود. اما از قفای این ترندها و مودهایی که امروز برای مهرش حج طلب کردن یا عمره طلب کردن یا نمیدونم ماشین و یا تلفن و آیفون و کیمچه ها طلب کردن، همه اینها هوای و هوس دنیا است که امروز هست، پگاه نیست. بنابراین دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی نکاح را نکاح پربرکات گرداند و حیات آنها را حیات پربرکات بگرداند و الله سبحانه و تعالی هر یک ازدواج کنندگان را خود از خزانه غیبش رزق فراوان دهد و نکاح آنها را نکاح پربرکات بگرداند. خوب، میگذاریم به سوال دیگر. یکی از دوستان میگوید جزاک الله خیرا استاد گرامی و به شما نیز الله سبحانه و تعالی پاداش نیک دهد. استاد گرامی، یک سوال داشتم. اگر زنی که از شوهرش جدا شده باشد با تقدیر الله تعالی و نزد خودش مقصد گذارد که دیگر هیچ وقت شوهر نکند، آیا این زن گناهکار می شود؟ بخشش که سوال طولانی شد. مقصد از این سوال همین گپی مردم است، میگویند که زن شوهر ندارد، آب و نانش حلال نیست و خلاصه هر خیل آوازه های دیگر. البته این جمله آخران آب و نانش حلال نیست و غیره ها، اینها همه نادرست هستند و اینها همه خرافات پرستی است. و البته ما و شما میدونیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم هر نفری که دل شکسته بود و خاصتا زنی که از شوهرش جدا شده است یا شوهرش وفات کرده است، الکی یک زن دل شکسته است. پیامبر صلی الله علیه و سلم با مردم با اخلاق عالی مناسبت میکردند و رفتار میکردند و مخصوصا با آنهایی که دل شکسته بودند یا انسانهایی که مثلا کمبغل بودند یا بعضی نفرهایی بودند که خیلی مسکین و محتاج و نیازمند و نادار بودند، با آنها پیامبر صلی الله علیه و سلم مناسبت مخصوصی داشتند. بنابراین آن نفری که خودش در مصیبت است، آن زنی که الکی یک پرشکسته و دل شکسته است، بالای این همه مصیبت باز بگویی که در تو برکه نیست، در تو کثافت است، آب و نانت حرام است، حلال نیست و غیره و غیره، اینها همه سخنهای نعوذ بالله، همه خرافات است و همه سخنهای قبیح است و برای مسلمان جایز نیست که چون این سخنها را به زبان بیارد. و دین مبین اسلام ما و شما را چنین امر نکرده است. مسلمان صاحب اخلاق عالی باشد، صاحب ذوق عالی باشد. ما باید دین خودمان را از نو تجدید کنیم و ایمان خود را، اخلاق خود را باید چیکار کنیم؟ تجدید کنیم. یک بار تحلیل کنیم که رفتار ما چگونه است. بنابراین الله سبحانه و تعالی را دعا میکنیم که الله آن نفرهایی که چنین افکار غلط دارند، چنین سخنهای غلط دارند، الله سبحانه و تعالی آنها را هدایت کند. اما وقتی زن جدا می شود از شوهرش، خاصتا اگر جوان باشد، خواهر عزیز و شما گفتنی هستم که شما اگر با تقدیر الهی همون مردی که ازدواج کردید و برای شما مناسب نبود، شما دل شکسته نشوید. شما گمان نکنید که همه مردها چنین هستند. آن نفری که یک نفر را میگیرد و با همون تمام دیگر نفرها را مقیاس میکند، چینک میگیرد و دیگرها را بر همون قیاس میکند، این قیاس او غلط است و خطا است. یک نفر وقتی به شما بدی میکند، شما با سبب بدی کردن همون دیگرها را بد میبینید یا دیگرها را مثل او بها میدهید، الکی این خطا است. و اگر شما سبب شرعی یگان عذر شرعی نداشته باشه، شما باید ازدواج کنید و این قرار شما قرار خطا است و غلط است. زیرا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم چنانه که ما در احادیث آمده است روایت میکنند که 3 نفر به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم میبیاید و یکی از اونها میگوید
و اینی لا اتزوج النساء یا و اینی لا انکح النساء، میگوید من دیگر با زنها ازدواج نمیکنم. یکی از همونها میگوید، یعنی ازدواج را کلا برای خودش قرار میگیرد که من ازدواج نمیکنم دیگر. پیامبر صلی الله علیه و سلام در جواب چی میگویند؟ میگویند و اینی اتزوج النساء، من ازدواج میکنم و فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کسی از سنتی من روی گردانید، از سنتی من وقتی روی میگرداند از جمله من نیست، از امت من نیست. بنابراین ازدواج این قانون الهی است، ازدواج این سنت انبیا و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. همچنین بسیار صحابه زنهای بودند که بعد از آنی که جدا می شدند یا طلاق می شد یا شهید می شد شوهراشون، ازدواج میکردند. بسیار از صحابه زنها را ما میدونیم که در تاریخ آمده است آنها چیکار کردند؟ یک چند مرتبه ازدواج کردند. ولی بعض استثناها دارد. ولی چنانی که گفتیم اگر عذر شرعی داشته باشد یا یک زنی باشد که مثلا بعضی زنها وقت شوهرشون وفات میکنند یک چند یتیم ها دارند، بالای تربیه فرزندان و همون یتیمانی که دارند بالای تربیه آنها مشغول میشوند و نمیخواهند که دیگر ازدواج کنند. در بعض احادیث آمده است که بعضی از اهل علم حسن گفتند این حدیث را و بعضی از اهل علم ضعیف گفتند، ولی در همین حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از عوف ابن مالک اشجعی روایت شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند انا و امرأة صفعاء الخدین کهاتین یوم القیامه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من و زنی که دو رخساره اش سیاه می شود روز قیامت همچون دو انگشت هستیم و اشاره کردند به انگشت سبابه و انگشت میانه، یعنی خیلی برای من این زن نزدیک است. همون زنی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک است و به شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم ان شاء الله مشرف میگردد کی است؟ پیامبر میگویند امرأة آمت من زوجها ذات منصب و جمال حبست نفسها علی یتاماها حتی بانوا او ماتوا. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند زنی که شوهرش وفات میکند و این زن چی است؟ زنی صاحب جمال است، بیزیب نیست، صاحب جمال است. حبست نفسها علی یتاماها، نفسش را برای یتیمانش حبس کرد، برای تربیه یتیمانش، یعنی از ازدواج روی گردانید تا اینکه مشغول شود با نگاه و بین و تربیه یتیمانش حتی بانوا او ماتوا، تا کلان شدن آنها یا تا وفات کردنشان از ازدواج چیکار میکند؟ روی میگرداند و نفسش را بالای آنها حبس میکند، تربیه میکند. چنین زن روز قیامت خیلی به پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک است، زیرا اینکه او با تربیه یتیمانش مشغول شد و ازدواج نکرد. بنابراین این حالت‌هایی هست که در آن میشود گفت که زن با تربیه فرزندانش و یتیمانش مشغول شود. اما وقتی جوان است و فرزندان ندارد یا فرزندان زیاد ندارد، بنابر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باید چیکار کند؟ وقتی یک شوهری به تقوا و خدا ترس می‌بیاید باید ازدواج کند. و انشاءالله در برنامه‌های آینده درباره انتخاب همسر و انتخاب شوهر، چگونه یک جوان برای خود همسر انتخاب کند و چگونه یک دخترک یا یک زن برای خودش با کدام وصف‌ها شوهر را انتخاب می‌کند بیان خواهیم کرد. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.